وقتی میگن با حقوق کارگری هم میشه زندگی کرد، من یاد یکی از اسباب بازی‌های قدیمی میافتم. یه چیشی شیرای کوچیک بود، وقتی بچه میذاشتش تو دهن عروسکش، شیرش میرفت تو درش، یادتونه؟ یه جوری که انگار عروسکه داره شیر میخوره. برعکسش که میکردی، شیره بر میگشت تو شیشه. میشه زندگی کرد اگر شیر مصرف شده دوباره برگرده تو شیشه، اجاره پرداخت شده دوباره برگرده تو حساب و سلامت از دست رفته یک کارگر دوباره برگرده به بدنش، برگرده به زندگی.